سلام بچه ها، اومدیم با یک ویدیو دیگه و همراه شما دوستان عزیز. امروز میخوام یه بازی جدید رو شروع کنیم، اسمش ماینکرافته. امیدوارم که خیلی ها شنیده باشید، پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید، چون که میخوام یه سری خیلی خفن درست کنیم که توش یک بازی قشنگ رو کنیم. پس بریم، let's go. اول بریم لوچ ماینکرافتمون. اسم من جانیار بچه ها. این اولین ویدیوی من تو کاناله، ولی یه ویدیو دیگه هم گرفته بودم، اونو فکر کنم یه ویدیو خیلی خوبی نشده بود. حالا نمیدونم، هر کسی دوست داره بره اون ویدیو رو ببینه و لایک کنه. الان فعلا که میخوام یه ورد جدید بسازیم، سروایوال باشه، روالت نورمال باشه. خب بریم تو ویدیو. میگه الان zombies thrown into drowned if sink underwater. میگه زامبی دریای زیر آب زندگی میکنن. underwater یعنی زیر آب. بیا دیگه بابا، چقدر طول میدی. اوکی، خب لط شد. یه چیزای خوبی باشه. اوکی، من شروع میکنم به چوب کندن یکم. کرافتینگ تیبل بسازیم و تا کار بیاد. بچه نظرتون چیه که اینجا رو بکنیم یه خونه بسازیم توش؟ نظرتون بس سلیقه میشه یا نه؟ حالا فعلا من اینجا رو میکنم توش یه خونه کوچولو میسازم. بعد میخوام دورش از این چوبای پوست نکنده بذارم بچینم. خیلی قرار قشنگ بشه به نظرم خونمون. حالا شما هم از یک دادن به خونه که فعلا تو پارتای بعدی درست میکنم نظر بدید. حالا من نمیدونم قشنگ شده یا نه، نظر شما رو نمیدونم. حالا خدا میدونه که چی قرار بشه، خدا میدونه. نمیدونم، فکر کنم خیلی قرار قشنگ بشه بچه. البته فکر نکنم خیلی قشنگ بشه، چون که بعضی از دوستان میگن خیلی تو بد سلیقه‌ای، بعد خونه درست میکنی خونه زشت میشن. بس دیگه، چقدر خونه زشت میشه بعدم میاد از خونه این چیزا. اوکی بچه، امیدوارم که شما من دوست داشته باشید و نظراتتون رو حتما بنویسید بچه ها. به نظرم که خونم قشنگ میشه. خب حالا من این چوب رو بسازم، یه دوتاشو نگه میدارم برای ساخته از زغال. رفتیم تیبل دوتا ساختم. ای خدا، اشکال نداره، دوتا میذارم اینجا. اینا یه کلنگ بکنیم و با یه بیم خب این دورش رو قشنگ باید مهندسی بچی. بچه خودم هم قبول دارم که نه به همه وسیله چوب رو ساخت، بعد فقط کلنگ ساخته بدیم چونده بکنم، ولی من بیرو ساختم که بتونم درست دارم کنم حد اقل. بچه کی دوست داره اتاق من رو ببینه؟ هر کی دوست داره کامنت کنه. اگه ویدیو بالای 500 کی لایک بگیره، خب میرم اتاقم بهتون نشون میدم. امیدوارم که لایک کنید. میدونم هیچکی ویدیو من نمیبینه، ولی اگر این ویدیو میبینید لطفا لایک رو انجام بدید. خب گرا گوس آبین. خب فلان که داریم سعی میکنیم بچه. اگه تونستم یک کم ادیتم خوب باشه خودم ادیت میکنم واسهتون. این یه تیکه رو کات میزنم واسهتون درست میکنم. حالا اگه بتونم، خب الان اگر بتونم واسهتون یه تیکه رو کات میزنم. خب سلام بچه، این صورت منه. به نظرتون دو صورت بزنم یا بدون صورت؟ حالا خودتون بگید حتما. ما فعلا اینجا صورتم کجا بزنم؟ میذارمش اینجا. خب
بچه ها فعلا که اینجا کات زدم واسه تو اگه فکر کات زدم واسه تو کات زدم داریم اینجوری درست کردیم و خلاصه دیگه دیرتا رو فعلا نمیدونم کجا بودم بچه ها این کرافتینگ تیبل ها رو نظرتون من چیکار کنم بکنمش از اینجا باسه میکنمش یه دونه میذارم تو خونم یه دونه میذارم مثلا من مسافر دنیایی اینو خلاصه میذارم دیگه خب بچه ها خلاصه دیگه الان من یکم صدا رو بیشتر کردم صدا رو بیشتر نکنم صدا رو بیشتر بگم ای خدا زیاد دارم بچه این یه تیکم کات میزنم اینجا رو فعلا که این موقع رو بکشیم یا نه میخورم این بود از این یه پارت کوتا اینو بکشم تاس کجا بگم شد نامورم بکشم برم این یه گوشه چپیده بسن اینجوری ببندم بچه دوسته دارم دیگه الان چی بود؟ اومد پشمام چرا درک شد یه دفعه ماینکرافت صدای وحشت 8 تا سنگ دارم صدا بچه‌ها بای بای بعدا میبینم